سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک قصه بسیار هم جالب خواندم، امروز خواستم به شما برسانم در باره احترام مادر و اثر احترام یا اینکه اخلاق در بین جامعه. یکی از نویسنده ها میگد که یک زنی فرانسوی با فرزند 14 سالش روزی از روزها به مسجد رفتند در پاریس برای اینکه فرزندش یعنی اسلام قبول کنه. وقتی در مسجد می درآیند، امام میپرسد از بچه برای چی سبب آمده ای؟ میگد که برای اسلام قبول کنم. امام میپرسد یعنی از تحت دل قبول میکنی؟ کسی مجبور میکنه؟ میگه مادرم من مجبور میکنه. خب مادرش صدا میکنن، مادرش میآید، از مادر میپرسند چرا اینا خیلی مجبور میکنید، سببش چیست؟ مادر میگه همسایه ما مسلمان است، میگه دو تا فرزند داره، دو پسر داره. پیش از این که مکتب روند با مادر بسیار معامله خوب میکنن، خداحافظی میکنن. وقتی که از مکتب میآیند همونطور دست و پیشانی مادر یا که سر مادر بوسه میکنن، یک اخلاق نیک دارن. برای همین میخوام فرزندای من هم مسلمان شوند، با من همین معامله نیک کنن و وقتی پیر میشم من در خانه بی صاحبان نگذارن، خودشان یعنی تا آخر عمر من نگهبان کنن. سبحان الله، بینید چقدر این اخلاق و آداب یک اثر بزرگ در جامعه میگذارد. اخلاق خوب، معامله خوب یکی از بهترین دعوت ها حساب می شود. برای همین الله متعال و رسول خدا فرمودند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم.